درود بر شما، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم کتابیه به اسم اسلام، هنر و معماری. من یه توضیح کوتاه بدم. شاید ما با شنیدن اسم کتاب فکر کنیم که هر آثار هنری یا معماری که بعد از ظهور اسلام بوده در این کتاب جمع آوری شده، ولی نه، اصلا اینطور نیست. کتاب محدوده جغرافیایی که دین اسلام الان درش رایجه، حالا آثار هنری چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام در واقع در این کتاب جمع آوری شده. کتاب در قطع رحلی هولوش 600 صفحه، کاغذ تمام گلاسه، کیفیت عکس‌ها بسیار عالی، بسیار عالی واقعا، توضیحات کاملا مفصل. و اینکه کتاب سال 1390 چاپ شده. آدمای بزرگی مثل فریدون مجلسی، هرمز ریاحی از مترجمای این کتاب بودن. به این شکل. اگه کسی از دوستان تمایل بخرید این کتاب داشت، پیام بده، بنده در خدمتش هستم.